خدا دونه که فردا شو کجاییستی دل تنگت میخونم آی دلش تنگه چو ابر هم کشیده آی رخش زرده چو کاه نم بدیده آی ببین این طالع برگشته او های سر و کارش به بدبختی کشیده سی تو میگم خونه باشی دردم به جونه ناز نفست که درد و بدبختی عظمای نفس بریدن رو همچین خوب میدونی ها. ای خداوندا تو کردی لامکونه تو ریختی زهر بر جام و به جونش تو کردی زیر پا با نرم استخونش سی تو میگم آی دردم به جونه بده بیمارو آخ استخون واسه بدبخت نمونده دیگه با این همه فلاکت. بالسا برو جلو. آی دکتر خیلی پشیمونم خیلی شما توی همه برنامه ها میگفتین که مقام عظما داره مسیر بدبختی رو طی میکنه روی اره نشوندنش و این طرف اون طرف میکشوننش میگفتین که لبه پدگاه ولی من احمق گوش نمیکردم با این زبون لال شدم حرفتو رد میکردم آره این که درسته ولی پشیمونی که فایده نداره دیگه. این مقام عظما مقام عظماشو نیست. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفرمودن که قشنگه سوار ماشین رفیقش بود رفیق یهو پانو گذاشت رو گاز و میخواست اینجا بترسونه دیگه سرعت 150 160 گفت ترسیدی ماشنگه گفت نه رو 200 220 ماشنگه گفت ترسیدم یا رو زد کنار. دفعه بعد مشنگه اومد تلافی بکنه رفیقش رو سوار کرد رفت به سمت یک صخره غول پا رو گاز سرعت 100 120 150 200 طرف دیدی کله خره داره همینطوری میره گفت ترسیدم. مشنگه گفت غلط کردی الان دیگه سکتم بکنی فایده نداره ماشین ترمز نداره که روشن سب کن میرم چه کار داری میکنی تو؟ بزنی برنامه رو تعطیل میکنم دیگه تموم شد همه چی عوض شده قربونت برم که خاموش برنامه اجرا بکنی خودت ضرر میکنی ها. تا حالا که روشن میکردم خودت میگی چی نفهمیدی حالا دیگه خاموشت چی میشه؟ دکتر مقام عظما تو بخشی از افاضاتشون گفتن که شورشگرا به اسلام ایران اهانت کردن من که چنین چیزی با این گوشه خودم نشنفتم ایشون منظورش چیه چرا تو این سن و سال که زبونم لال پای مبارکشون لب گوره زبونم لال راست زبونم لال دروغ میگن نه پس میخواستی مثلا بیاد مرگ بر خامنه ای و مرگ بر اصل ولایت فقیه رو برات اجرام بکنه. خب کسی که خودشو بزنه به نفهمی همینطوری میشه دیگه. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر عرض کردم بله میفهموندن که به مشنگه گفتن که بابات به رحمت ایزدی پیوست. گفت رحمت ایزدی کیه؟ گفتن که نه منظور اینه که به دیار باقی شتافت. گفت دیار باقی دیگه کجاست؟ گفتن دار فانی رو ودا گفت دار فانی دیگه چه جور داریه؟ گفتن بابا یعنی رخت از این دنیا بست. گفت منظورتون رو نمیفهمم. گفتن اولاق بابای خرت مرد. بعدی گفت خر من که بابا نداشت. یعنی روشنه یا اینجا فندک روشن کنم دکتر مقام عظما تو صحبت اخیرش دوباره از یه مثلث ترسناک صحبت کرد که یه زلش اونور دنیاست یه زلش میزنه به این بغل یه زلش هم که میزنه تو قلبمون داستان چیه؟ مثلث و بیخیال اون برای شیرمانی سرکله بسیجی هاست. برای اینا میگن که دایره زندگی یه مستطیله که 3 ضلع داره فلاکت و بدبختی. اما کروکی استراتژیکی وضعیت عظما مثلث نیست دایره است. تو جیبم دارم اینهاش ببین اینجا عظماه دور تا دورش هم گرفتن روزگارش هم سیاهه بگی اینو داشته باشی به دردت میخوره بهش مراجعه کن تا بفهمی عظما چه حال روزیه. دکتر پس چرا سردار جعفری مشنگ گفت دیگه تموم شد؟ خب اون مشنگ گفت ولش کن که هنوز فضاحت تلفن خالی صحبت کردنش رو آنتناست. بعدش هم که حاجی جنتی خدا رو شکر کرد که داره تموم میشه. بعدش هم 10 گفتن دیگه امروز تمومه. هنوزم دارن میگن فردا صبح ساعت 11:30 یا یه ربع دیگه این طرف اون طرف تموم میشه. آخه مشنگا حالیشون نیست
که وقتی یه بار گفتی تموم شد دیگه نباید خودت دوباره دست خودتو رو کنی بازم بگی تمومش میکنم که. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفرمودن که دانشجوه به استاد که تو رو خدای نمره امتحانی ما رو که خراب کردیم بدیم بهمون. پدر بزرگم مرده بود نتونستم درس بخونم. استاد گفت ناکس تو که ترم پیش گفتی پدر بزرگ مرده. دانشجو گفت خب هنوزم مرده دیگه. روشن شد. یا خلاصه میخوام بهت بگم که آره. آیه دکتر شمخانی یه سوالی رو روی تیکه مقوا نوشته و از پنجره انداخته تو و در رفته. خوب شد تماس نگرفته. تماس که عمرن نمیگیره، میترسه محلش لو بره. الان آفتابی نمیشه آیه دکتر. نوشته به خارجی بگیم هر وقت خواستن ما رو به خاطر موشکی و اینا تنبیه کنن مثل کشور متمدن سفیر احضار کنن، توبیخنامه بفرستن، موضع بگیرن. دیگه این تحریم و حمایت از آشوب و اینا چیه که روزگار اون رو سیاه میکنه؟ من جوابشو میدم. بنویس رو همون مقواه بنداز سطل آشغال اون برای خیابون، خودش یه ساعتی میاد ور میداره میره. بگو مشنگ سفیر احضار کردن و توبیخ نامه مال کشورهایی که یه آبرویی داشته باشن که اینطوری بره. برای ما که آبرو باخته ایم همون تحریم و حمایت از آشوب. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله میفرمودن که بابایی میخواست روشن فکر بازی در بیاره، به جای اینکه بچه‌شو کتک بزنه گفت برو تو اتاقت به کار بدی که کردی فکر کن. بچه گفت آخه من که اتاق ندارم. بابایی گفت خب پس مجبورم بازم بزنمت. روشن شد. یا میخوای بری تو اتاقت یه کمی فکر کنی؟ آیه دکتر سردار سلامی گفته حتی منم میفهمم که این تظاهرات جنبش نیست. به نظر من باید یه به تأسیس از سردار پینوشه و سردار ازهاری در زمان شاه سپاه رو بریزیم تو خیابون و رگبار باز کنیم. تضمین میدم اینطوری دیگه راستی تموم بشه. نمیشه این سلامی رو بفرستیم گیر مردم بیفته راحت چی باید با شنگ بازیاش. آخه شوت سنگینه پشت 18. اگه اینطوری حل میشد که عضما شورش حتی بیشتر بود، معطل نمیکرد که بدتر میشه، زودتر میفتیم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفرمودن که به یارو گفتن سیگار رو ترک کن برای سلامتت بده. اونم واسه ترک سیگار شکلات میریخت تو جیبش، هر وقت هوس سیگار میکرد همینجوری مش میخورد. بعد 2 ماه دیابت گرفت مرد. خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه. بریم سر سوال بعدی. سبزعلی رضایی گفته من کشف کردم خیلی از این تجمعات شهرها تو همون محل و همون زمانی که انجام میشه که روز قبلش هم بوده. خب بریم اونجا راحت همه رو جمع کنیم و ببریم. خوب شد این برید و لباس نظامیشو تحویل داد. خب مشنگ هرچی که دفعه اول که جمع شدن تونستیم جمعشون بکنیم و ببریم، دفعه دوم ما میتونیم. به پا اونا ما رو جمع نکنن ببرن. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفرمودن که مشنگی از چند نفر کتک خورد اساسی. بهشون گفت جرأتشو دارین همینجا وایسین تا برگردم. یه ساعت دیگه برگشت ببینه رفتن یا نه. دوباره گرفتن دفعه اول بیشتر زدنش. روشن شد یا پروژکتور بندازم رود به جای همه این دفعه‌ای که نزدم. ناکس من دیگه برنامه اجرا نمی‌کنم آقای نه دکتر. بفرما بکن. دیگه من میخوام. تو بهانه کردی. تو بهانه کردی. دوباره برمیگردیم به بهانه وضعیت کردی. سابق. نمی‌تونی. وضعیت سابق برمیگردیم.